سلام، من شاهحسینов علیجان ایوبجانویچ دانشجوی کورس چهارمی اختصاصی به حسابگیری محاسبه تحلیل و آدیت فاکولته حسابداری و آمار دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان میباشم. باید بگویم که دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان همکاری های سودمند را با مکتب های عالی خارجی به راه مانده است. در اساس شرطنامه های طرفین من از طرف دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان به جمهوری فدراسیای روسیه و شهرهای پتروزاودسک و اکاترینبورگ برای ادامه تحصیل سفربر شدم. درس‌ها در روسیه خیلی خوب بود و ما اکادمیک‌ها و پروفسورها جلب شده بودند. با زبان روسی درس بود و به خارجی‌ها خیلی کمک می‌رساندند. فقط تحصیل در اورالسکی گосударственный финансовый экономический در ما آن بود که در آنجا دانشجویان آزاد بودند. در آنجایی که ما تحصیل می نمودیم استادان دانشگاه به ما تحصیل کنندگان تاجیک دقت مخصوص می دادند. دانشگاه دولتی اقتصادی اورال و ما دانشجویان تاجیک خوابگاه تامین نمودند. درس ها برای ما دانشجویان تاجیک کمی مشکل بود. از حساب گراماتیکای روسی ما کوشش می نمودیم در درس ها فعال باشیم. در طول 2 سالی که من در روسیه تحصیل نمودم من بسیار چیزها را از خود کردم. جهانبینی هم وسیع شد، دانشم مکمل شد و استادانی که در آنجا با ما درس می‌دادند ما را بسیارتر به درس‌های عملی جلب می‌نمودند و بسیار چیزها را من از خود کردم. آن چیزی که من می‌خواستم من به آرزویم رسیدم. در آخر سپاس خود را به رکتور دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان ستارزاده باباجان میرسانم که ما دانشجویان را پیوسته دستگیری میکند و به خارج کشور روان میکند برای ادامه تحصیل و داوطلبانی که به خارج کشور رفتن میخواهند میتوانند به دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان سپارند و آرزوی خود را عملی نمایند.